الخطاب. اما عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزة، عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزة که به میرات همراه رسول صلی الله علیه وسلم، کعب ابن قصی ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤنام رفته همراه رسول صلی الله علیه وسلم. کعب ابن لؤی ابن غالب برفته و میخورد. یعنی عدی، یعنی چی میشن؟ یعنی بابای این عدی و بابای رسول صلی الله علیه وسلم که مره، یعنی مره و عدی اینا هر دوش که میشد یعنی دو درو میشن. بابای اماشون که میشد یعنی اینا بابای اماشون کعب یعنی همراه رسول صلی الله علیه وسلم کجا برفته و میخورد؟ یعنی کعب برفته و میخورد. کعب ابن لؤی ابن غالب عدوی. نعم، یعنی این ششم یعنی همراه رسول صلی الله علیه وسلم بچهای عمک، یعنی عادل مثلا شما مثلا ششم باباتون یافتید، همین از ششم باباتون برفتگی و دیگه اطراف برفتگی های کی میشه؟ شما بچهای عمک میشد. یعنی برای همین یعنی عمر همراه رسول صلی الله علیه وسلم بچهای عمک میشد، یعنی بچهای عمک میشد یعنی اینا. نعم، این عمر رضی الله تعالی عنه. اما سال تولد عمر رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه بعد از 4 سال الفجار الاعظم تولد شدگی. الفجار الاعظم یعنی این یعنی وقت جاهلی انده 4 بار میخله فجار الاعظم شدگی. یعنی فجار معناش چی؟ یعنی الفجار علی وزن قتال با کسر الفاء. معنای فجار چیه؟ نه فجار الفجور میگیم که فساد کاری. فساد برای اون که یعنی همین قدر خونریزی یعنی فساد کاری سخت شد، یعنی بین دو قبیله، بین قریش یعنی محالف یعنی طرفدارای قریش مثل کنانه و همراهی قیس و عیلان ضد هر دو اینا خیش، یعنی دو قبیله دیگر چه جنگ کرد. یعنی چقدر خونریزی های مول چی شده یعنی بعد از همین واقعه بعد از 3 سال یا 4 سالش عمر رضی الله تعالی عنه چی شد؟ تولد شد. یعنی یا که دیگه چیز که دیگه بعد از 10 سال یا 10 سال چه وقعت الفیل، بعد از واقعه فیل. یعنی این آدم از رسول عمر رضی الله تعالی عنه از رسول صلی الله علیه و سلم چند سال خورد میشد؟ 10 سال خورد میشد علیه الصلاه و السلام. از رسول صلی الله علیه و سلم که بود عمر الفاروق رضی الله تعالی عنه. عمر وقت جاهلی انده بچه معروف بود، یعنی با شجاعت و با شرف و بچه و حتی چی که بود وای یعنی سفارت قریش دست عمر انده بود. سفارت یعنی سفیری که بود، یعنی سفیر قریش بود. یعنی اونجا اگر یگون آدم فرستادنی باشد قریش که میفرستانید عمر رضی الله تعالی عنه میفرستانید. که میفرستانید عمر رضی الله تعالی عنه میفرستانید. یعنی اما عمر رضی الله تعالی عنه که بود یعنی و من بود. نعم. و یعنی سابقین بعد از یعنی 5 سال یا که بعد از 5 سال یا که 4 سال بعثه که میشد یعنی رسول صلی الله علیه و سلم به امام میبرد، یعنی اسلام قبول میکند رضی الله تعالی و الله و خدمتاش مثلا مشهور معروف، یعنی فضائلش مثلا معروف. درباره عمر رضی الله تعالی عنه رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگفت که اگر عمر یک راه گیرد شیطان اول راه میگیرد دیگه راه خودش میگیرد. یعنی هیچ وقت یعنی شیطان به عمر دوچار شده نمیتواند. یعنی والله سبحانه و تعالی حق زبان عمر بنداخته بود. یعنی هم عمر میگفت که یعنی یک چند مسئله ها بچه پروردگارم با موافق اومدن، یعنی مسئله حجاب، مسئله دیگه مسئله مقام اتخاذ مقام ابراهیم مثلا هم به رسول صلی الله علیه و سلم میگفت که لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر بعد از من نبی میشد و نبی که میشد یعنی عمر رضی الله تعالی و ارضاه میشد. یعنی که میشد یعنی عمر رضی الله تعالی و ارضاه میشد. و یعنی هم به رسول صلی الله علیه و سلم میگفت که هر امتنده چی بود؟ محدثون بود و محدث این امه که عمر رضی الله تعالی عنه. محدث یعنی یک الهام، ملهم، یعنی یک چیز مثلا یعنی این غیب نمیگم لیکن الله تعالی الهام میدید که یک چیز مثلا پیشه که میفهمد رضی الله تعالی و ارضاه. هم که بود یعنی این عمر رضی الله تعالی عنه بود. یعنی هم به یعنی دائم همراه رسول صلی الله علیه و سلم بود. هم به وقتی که پیش وفاتش یکی از صحابه اومده میگفت که تو با یعنی چی خوب برای تو
من دائم شنیدم که این مسوار ابن مخرمه میگه و اینچنین ابن عباس میگه دائم رسول صلی الله علیه و سلم میگفت که ذهبت انا و ابوبکر و عمر قلت انا ابوبکر و عمر كنت انا ابوبکر و عمر. دائم یعنی تو همراهی که بده همراهی ابوبکر و همراهی رسول صلی الله علیه و آله و سلم. رسول صلی الله علیه و آله و سلم و این یعنی که میشد یعنی دخترش زوجه رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای همین همراه رسول صلی الله علیه و سلم خیشی دارد یعنی یعنی چی میگم خدا یا دخترش کی گرفتگی رسول صلی الله علیه و سلم حفصه رسول صلی الله علیه و آله و سلم گرفتگی بود. هم به وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم یک طلاق داد حفصه جبرائیل ان الله تعالی اومده چی گفت یعنی راجعها گفت فانها صوامه قوامه گفت یعنی وای مراجعه کنه گاروندگی گفت زنیبه برای که وای کی گفت حفصه قوامه صوامه یعنی شب قوام قائم شب به قائم میگذارند و روزه چی به صیام یعنی و نعم یعنی از عدل و چی عمر رضی الله تعالی عنه هیچ کس به این چیزها پنهان نه یعنی رضی الله تعالی و ارضاه. و عمر رضی الله تعالی عنه یعنی زمانش خلافش چی دوام داد یعنی قریب نزدیک 13 سال یعنی اگر 10 سال بگیم 10 سال دوام داد میونه 10 سال به یعنی دولت اسلام که جواب مشرق و مغرب رفته رسید یعنی مشرق و مغرب از جهت عدلش و از جهت چیش یعنی امانت داریش از جهت مثلا حکمتش رسید حتی وقتی که یعنی زمان عمر رضی الله تعالی عنه یعنی عرب هایی که دو روز مثلا با خداشون یک زبانی گفتن نمیتونستن امروز چیکار کردن دو دولت یعنی دو امپری یکی یعنی آدمو یعنی زبانش که گفتن به میترسیده که دو امپری بین رفت این که دولت فارس و دولت روم هر دوش بین رفت. حتی همین خیال شد که یعنی قیصر یعنی امپراتور روم سفیرش میفرسته رفته و میگه یک به اینکه خلیفه اینا کی خودش یعنی یگون که ضد این لشکر استاده نمیتوند یعنی وقتی که میبیاد سفیر روم میبیاد مدینه به عبدالرحمن ابن عوف دیگه صحابه ها پیشوا میگرند که نیت چی میگه که من میگم سفیر روم نزد خلیفه یعنی پاشوی شما اومده خلاص میبره من میگن وقتی که میبیارن تگ یک درختند یک درخت میبیارن که تگ درختند آدم خورفتگی میگه من میگم نزد قصر پاشو برید گفتم میگه همینجا قصرش میگه همین پاشو میگه یعنی تگ درختند چی رای مدینه خورفته است یعنی میگه این کی میگه یعنی میگه همین عمر رضی الله تعالی عنه که تمام دولتاتون تگش رو کرده آدم نمی میگه یعنی میگه کنی این قصرش میگه کنی این حراسش میگه کنی این یعنی پوسپون هوشو کنی همین میگه یعنی همین عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که بیدار میشه تون همین یعنی عباره مشهورش میگه این رومی میگه که یعنی میگه که حکمت و عدلت و امنت و نمت شرط چیه حکمت و عدلت و امنت و نمت یعنی حکم کرده تو عادلانه حکم کرده عادل که هستی تو به دشمن نیست یعنی برای همین امان مونده تون خوب کرده یعنی اما خوب کنی به میترسی همه تاگه درختان به یکم پاسبان چی بود یعنی این چی به دلالت میکند یعنی امانت داریش و عدالت عمر رضی الله تعالی عنه به چی همین چی میکند یعنی و عدالتش این چیز حتی وقتی که خلافش انده که چی میکرد یعنی رضی الله تعالی عنه انصار و مهاجرا به یعنی چیش نمیداد یعنی همین دیواننده بودگی یعنی حقش نمیداد یعنی بیت المال مهاجر که وای با سباقیت مشهور شدگی وای به 300 درهم میداد و انصاری به چی 150 میداد یعنی فرزندش عبدالله ابن عمر به چی قدر داد یعنی 150 میداد شونه فرزندش یعنی وای عبدالله ابن عمر یعنی بچه خلیفه شده که مثلا چه هیچ خیلی میزش نمیاد بالعکس پاس شده یعنی صحابه ها اومده گفتن که این گفتن یعنی عدل کرده لیکن عدل به چی کرده یعنی تفرید یعنی بسیار از عدل گذرونده میگه یعنی این فرزند حقش کامل ته یعنی مهاجر باید 300 گرم نه که 150 گن میگه که انما هاجر به ابوه میگه این مهاجر نمیگه اینا پدرش گرفته آورگی میگه اگر پدرش نمیگه این هجرت کردن نمیتونه میگه برای من نیست کفایگی میکردیم به میگه یعنی رضی الله تعالی و ارضاه یعنی همین که بود یعنی عمر رضی الله تعالی عنه بود یعنی عمر رضی الله تعالی عنه برای همین وقتی که حتی وقتی که یعنی پیش از مرگش اومده گفتن که یعنی فرزندت عبدالله مثلا یعنی همین قدر تربیت کرد یعنی عبدالله بن عمر معروف به فقه و به شجاعت و به صلاح و به تقواش معروف استخلیف هو گفت یعنی
همین بعد خودت همین خلیفه مون گفت اینده چه گفت؟ یعنی گفت که استخلف رجلا لا يحسن طلاق زوجته. ها من گفت یعنی مسلمان ها با کیه و یعنی مردم با یک آدم خلیفه میمونم که زنش طلاق دادن نمیتونه، همین نمیتونه میگه یعنی ها حیزنده طلاق داده بود که یعنی ها حیزنده طلاق داده بود که زنش آخر که عبدالله ابن عمر هم میگه چه خیلی میگه من چی میگم، یعنی این یعنی نعم هیچ خیلی مثلا چی این همش به دلالت میکنه عدلش به عدالتش به مثلا چیش امانت داری فاروق رضی الله تعالی عنه. فهمید برای چی این رافضه های این آدم بعد میبینن نکنه؟ فهمید برای چی؟ برای اینکه این آدم به سبب همین که دولتی مثلا چی دو دولتی مثلا با قوترین یعنی پایتخت مجوسی ها پایتخت مجوسی ها که یعنی آتش پرستایی که اعوذ بالله ظلم و ظلمات انده بود، یعنی میرفت مثلا مادری خودش نکاح کرده میگرفت، دختری خودش نکاح کرده میگرفت، یعنی حرام و حلال چیدن همین وقتی که دولتش رفت و زمان عمر انده، وقتی که سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه دریای نهاوند گذشته دریای نهاوند گذشته ایوان یعنی قصر کسرا به در اومده همجا 8 رکعت نماز خوند. این زمانی که بود یعنی زمان فاروق انده بود رضی الله تعالی و ارضا. همین چیزای عمر رضی الله تعالی خودش اداره میکرد، یعنی از مدینه استادش کام میکرد، یعنی خودش یعنی اداره میکرد. زمان عمر انده شام تمام مثلا دولت های شامی یاردن بیت المقدس مثلا کلیدش عمر رضی الله تعالی عنه به سپردن مثلا چی به سپردن رضی الله تعالی عنه. و عمر با وجود همین سودان نمی ایستاد، دویم چی میکرد یعنی رفته رضی الله تعالی عنه رفته یعنی از دیگه مثلا جاهای دویم زیارت میکرد میدید دولت های وقتی که دمشق میبیاد، یعنی حتی وقت چند زمانی چند خلیفه ها حاکم هم خیلی بودن، یعنی خودش بریم بودن، یعنی نمیموند مثلا یک کس شود یعنی رضی الله تعالی یک کس مثلا خلق میزه داشته باشد، یعنی وقتی که شام میبیاید دمشق میبیاید ابو عبیده یعنی والی شام که بود یعنی از جهت عمر ابو عبیده بن جراح بود. وقتی که خونه ابو عبیده به میدرآید خونه میبیند که خالی هیچ چیز نه، همین عمر میگفت که این کار میگفت همه فساد افساد کرده لیکن ابو عبیده نتونست میگفت. یعنی همین خیلی آدمای چه میموند، یعنی همین خیلی آدمای خودش برای مثلا عدالت پرور و امانت دار مثلا معمولی که مثلا یعنی از پای خلق میشته که همین خیلی آدمای میموند، یعنی رضی الله تعالی. یعنی این آدم مثلا تاریخش مثلا شب روز قبل نیست که چه کم رضی الله تعالی عنه حق آدم دادگی نمیشه، یعنی رضی الله تعالی و ارضاه. و اینه که بودین عمر برای همین چی میگن نمیدن فاروق میگن برای که حق و باطل چی کرد یعنی فرق کنونه. همین به ابن مسعود رضی الله تعالی میگفت که یعنی میگفت ما دمنا مستخفین میگفت حتی اسلم عمر میگفت ما رسکی بودیم میگفت حتی که چی عمر رضی الله تعالی عنه چی کرد یعنی اسلامش اعلان کرد، یعنی رضی الله تعالی و ارضاه رضی الله تعالی و ارضاه. اینکه بود یعنی ترجمه راوی حدیث بود یعنی عمر رضی الله تعالی عنه. اما وفاتش یعنی سال 23 هجری 23 هجری یعنی بعد از که دولت یعنی استوار کرد با قوت کرد دولت مسلمانای همیشه یعنی تین شدن ایمن موندن یعنی دو دولت چی گفتیم یعنی رفت بین. حتی مثلا قیصر روم که یعنی پایتختش گفتیم بوسرای دمشق بود، یعنی دمشق چی کرد یعنی بالای اسبش به سوار شد و پیش دیوالی طرف مغرب به طرف انطاکیه برفته طرف دمشق به روش آورده گفت که دمشق گفت وداع گفت لا لقاء بعدها گفت مادام که این آدم های گفت دیگه من امیدم نگفت اینجا بگشتم یعنی وداع گفت لا لقاء بعدها. دمشق به چی کرد یعنی 4 تکبیر گفت که خلاص گفت دیگه گفت آخری نیست گفت این را عبارتا گفت دمشق که به ابو عبیده به سپارد برفت. یعنی همین خیلی چی کرد یعنی دولتی قوتی که داشتگینده یعنی سال 23 هجری نماز فجر انده خائن مجوسی که دلشنده مجوسی ابو لؤلؤ المجوسی که دلشنده همین قدر عمر رضی الله تعالی عنه وای به چی کرده بود یعنی احسان کرده بود نیکی کرده بود وای به حتی که وای یعنی مولای چی بود غلام مغیر ابن شعبه بود. حتی مغیر ابن شعبه به چی گفت یعنی گفت که خراج اینه چی کن گفت کم کن گفتیم به یعنی عدل کن گفت یاردم ته گفت احسان کن گفتیم به گفته بود یعنی چیکار کرد وای همین خنجرش ساخته خنجر پول از سم زهر کرده وقتی بمب دادن اومده چی کرد یعنی یعنی چی به خبری عمر رضی الله تعالی عنه اغتیال کرد عمر رضی الله تعالی عنه چی به سبب چی شد شهادت شد یعنی چی نه به همین سبب که رضی الله تعالی عنه یعنی چی میکند یعنی
وفات میکند. یعنی حتی اون وقتی که با خنجر میزند، یعنی وقتی که طبیب میبیارن آب میتید، آب چای از همین جای جراحت میبرد، یعنی نمیستد. سونی چی آوردن؟ یعنی لبن آوردن، قطیق شیر. یعنی وقتی که خورد بیان بر اومد، طبیب گفت که خلاص، گفت دیگه فایده نیست. گفت که عمر یعنی رضی الله تعالی عنه گفت که یعنی چه؟ یعنی وصیت تیار کن. گفت که همین حالتند حتی سر لباس خواننده وقتی که مسور ابن مخرمه رضی الله تعالی عنه اومده میگفت که الصلاه یا امیر المؤمنین، میگفت عمر رضی الله تعالی چشمش یک شده، میگفت که نعم، میگفت فانه، میگفت لا حظ لاحد فی الاسلام من لا صلاه له، فانه لا حظ لاحد فی الاسلام من لا صلاه له. یعنی آدمی که خودش مسلمان اسلام انده گفته نماز نخواند و بگو نصیب نیست، میگفت همین حالتان خسته تمام سر بدن سر لباس خون، همین حالتان چی نماز خوند، یعنی نماز خونده سونش کرد. یعنی وقتی که استخلف گفتن، گفت که یعنی اگر من گفت خلیفه گذارم، گفت قد استخلف من هو خیر منی و این ترکته، میگفت فقط میگفت فعله من هو خیر منا. یعنی اگر خلیفه گذارم، گفت ممکن گفت گذارم اخونم، برای که این سنتی که بود از همونی که از من بهتر بود ابوبکر صدیق، برای که ابوبکر بعد خودش که خلیفه گذاشت عمر. اگر ترک کنم، گفت همونی که یعنی خلیفه نگذاشت بعد از خودش که بودین رسول صلی الله علیه و سلم، گفت که من گفت یعنی چه خیلی میکنم کاری شما، یا گفت لا اتحمل حیا و میتا، یعنی زندگی من در کاراتنا با تحمل کردم، اكو میخواد که بعد مردنم تحمل کنم. گفت نه، گفت من خلیفه نمیگذارم. گفت سونم 6 کس تعیین کرد. 6 کس اینا کیا بودن؟ عثمان رضی الله تعالی عنه، عثمان و علی، طلحه، زبیر، سعد ابن ابي وقاص و عبدالرحمن ابن عوف. نعم، هر 6 مبشر بالجنه که بيقول هؤلاء 6 قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما، یعنی و یوم منت که هر 6 اینا یعنی حقیقی کار عمر برده میتوانند. لیکن گفت که هر 6 اینا گفت جمع میشند و کی به همینا اگر بیعت کردن، همین بعد از من چی میشد؟ خلیفه میشد. با این جنده که بود یعنی اینو 10 نفرن که مبشر بالجنه، چند نفرن؟ 10 نفرن. هر 6 اینا سونه ابوبکر و عمر 8. با کی موند این جنده؟ ابو عبیده ابن الجراح موند و کی موند؟ سعید ابن زید او نعم سعید ابن زید، نعم سعید ابن زید ابن نفیل العدوی، بچه عمک عمر. و ابو عبیده وفات کرده بود، ابو عبیده نبود وفات. ابو عبیده 5 سال پیش از عمر سال عمواس اند وفات کرد، دمشق اند، پیش از مقتل عمر 5 سال پیش از وفات کرد. لیکن سعید ابن زید ابن نفیل زنده بود. و برای چی نموند اینجا؟ برای که حرکتش خیشی شای بو نشود که یعنی چی عمر خیشی خوش خلیفه گذاشت، گفته سعید نداره شورابه خیشی نشود، گفت اینجا تماما چی نشود، همش عدل شود. گفته 6 کس به من کارمون سونه اینا که اختیار کردن خب خودشون به اجماع عثمان رضی الله تعالی و ارضاه اختیار کردن. والحمد لله رب العالمین. صلی الله علیه و آله.